هزاره جان ورنداری از شما برای از ما خط روان کده، لیک روان کده. او گوره ورندار شما برای ما خط روان کده، لیک روان کده، لیک عاشقی روان کده. چیز بد مونی تو پرموی ورندار چیه خلسته ورندار ینگار موگیا ای موگیا که ینگی از ما برای خط رای کده. او خوار نشی دشمن عقل. در افغانستان ما شرم میکنی، حیا میکنی، نمیگی که نامزادم لیک روان کده، زنیم خط روان کده. ما میشرمی، ما برادری از شما، نامزادی از ما، ورنداری از شما. فهمیدی؟ هزاره جان ای دوست از شماست؟ مهمانی از مایه. رفیقی هزاره جان، رفیقی از ما. شما فقط 2 دقیقه بشینی، هزاره جان کمک میکنه، پس میآید 2 دقیقه. دوست بگی چی موگی؟ ورندار از شما برای از ما لیک روان کده، خط روان کده. خو خط با دری روان کده، ما دری خواندن نمیتونیم. شما برای از ما خواندن کنی. در لهجه هزارگی بخشید بخونم. خب با دری روان کده، با دری خواندن کنیم. ببین هزاره جان، ما سر ازبک جان، سر تاجیک جان خط خود خواندن نکدیم. ما شما انتخاب کردی که خط ما را خواندن کنی. ما سر شما اعتبار داریم. چگه گاب ده اعتبار نیه. سر از نام تو اعتبار داری، من مفهمم. ولی اونا تو را غدر آزار مودیه. اخ زبانی شما را صدقه. آفرین راست میگی. اونا زیاد آزار میتا، ریشخنده میکنن. سر تو غدر ریشخندی مونن. ریشخندی ریشخندی میکنن. شما هم ریشخندی میکنی، خونه زیاد میکنی. شما لیک ما خواندن کنی، خب پیش از خواندن شما گوشه خو محکم کنی. شما گوشه خو محکم میکنی، ما خط میکشی، برای شما میگیری. تو برای ما خواندن کو، ولی تو گوش نکو. چی عجب اعتبار داری سر از ما. شما خودی شما گفتی اعتبار داری، گپ اعتبار نیست. خو شما زیاد ریشخنده میکنی، آزار میتی، مزاق میکنی، سری ما مزاق میکنی، ما برادر شما خنده میکنی، ما خنده میکنی. خو سری ورندار اگر ریشخنده کنی، باز ما قوسه میشه، قهر میشه، ما جنگ میکنی. علی سرعتی مزاق موشه، سر ریش آته، سر ریش بابا مزاق نموشه. ای زبانی شما را صدقه. آفرین. بگی برای از ما خواندن کو، بگیر که بخونم. یکک یاری دارو ما پشتونکا دلشی پاخوچی سادگکا. بچه ای چی میکنی؟ ما گفتی خط لیک ما را خواندن کو، شما سندره میکنی. این خط دستی رو خواندن میکنی. نه شما سندره میکنی، خواندن نمیکنی. ببین ریش خواندن میکنی. تو کم آزار دادم، بگیر که بخونم. بعضیا موگیا که پشتونا ظالمه، ولی ما موگم نه. اموشی که ظلم مونه، موشی ظالمه. ای با ملت چیش ربطی نداره. چون یک ظالم موشه بیرار تو باشه، موشه عته تو باشه، ده خانه تو باشه. ما قربان دل ساده ای بیرار پشتون خوشونم. چی میکنی؟ هیجگی میکنی؟ مفهمی؟ فقط به خاطر تو باقر، فقط به خاطر تو دی 2 ساعت ای خانه و ای دیوانگاره فقط به خاطر تو تحمل نمودم. خیرتی باشه حسین جان، چیز شده؟ تو همراه ای لودای دیوانگا چرا زندگی مونی؟ تو چرا نموی همراه بیرار خود زندگی نمونی؟ تو بیراری از مایی؟ آره؟ گپ ما تمام نشده، چی مکنی؟ با کی زنگ مزنی؟ ما با آته خود زنگ مزنم که بیا بشکنم. ما نو خبر شدم که آته از ما 2 خاتو داره. آته تو 2 خاتو داره؟ آره، ما تازه خبر شدم که خاتون دوم آته از ما آبی از تویه. چی بد منه؟ بعد را که تو پاکستانی دال خود شروع کردی. ما پاکستانی نیو، ما افغانم. آفرین. ایلا بیلک یک گپ صحیح، یک گپ درست زدی تو.
حال 2 دقیقه تو گپ نزن، من برای تو گپ مزنم، از تو سوال منم تو جواب بده. وقت من تو را پاکستانی دالخور گفتم تو قارت آمد. اره چون پاکستانی نیوم، افغانستانیم، افغون. آفرین. وقتی که تو آذری و سر آذر بودن خود افتخار مونی، باز چرا وقتی که یک براری افغانستانی تو یک براری افغانی تو را از را گیا قار تو مایا؟ اگر یک پاکستانی را هندوستانی بگویی، یک امریکایی را ژاپنی بگویی یا یک هزاره را هندو بگویی قار بشه، باز قار شدنش روایه. اما تو چرا قار میشی؟ باقر جان تو راست موگی، اما اینا هزاره موگیان، ریشخند مزنن. علی اول خو اینا مرا هیچگاهی هزاره نموگین، تو خودتو نشنیدی مرا هزاره جان موگین. دویمی که تو فکر کو که خانه شمایه، در اتاق بیرار تو زندگی مونه، در اتاق دیگه خار تو زندگی مونه، در اتاق دیگه آتا و آبید تو زندگی مونه، در اتاق تو خود تو زندگی مونی. حالا از یک اتاق که بیرار تو بای امرای تو شوخی کنه مزاق کنه تو قار میشی، یا تو بری امرای خار خو شوخی کنی او قار میشه؟ نه چرا قار یا بری در سالون امرای آبای آته خود یا امرای اونا مزاق بکنی اونا قار میشن، یا اونا امرای تو بکنن تو قار میشی؟ نه. پس چرا وقتی یک بیرار افغان تو بای همراه تو، یک بیرار پشتون تو، تاجک تو بای همراه تو را هزاره بگیه تو قار میشی؟ ای خانه از ما که یک افغانستان کوچکه، در اتاق ازرا زندگی مونه، اتاق دیگه تاجک زندگی مونه، در اتاق دیگه پشتون، ازبک و ترکمن زندگی مونه. هیچ کسی نموتانه ما را جدا بکنه، تو هم نموتانی. اونا حق دارن، اونا اجازه دارن که یک پشتون بای امرای یک هزاره خود مزاق بکنه، اجازه داره. ما هم مرم امرای از اونا مزاق میکنم، اجازه دارم. ولی اگر یک پاکستانی بای امرای بیرار تو مزاق بکنه، باز قار بیرار خوب ببین، دانش میدمونم. امرای تو پاکستانی مزاق بکنه، باز قار پشتون بیرار خوب ببین، دانش میدمونه. ولی ما امرای یکی دیگه اجازه داریم مزاق بکنیم، نمفهمی؟ ببین حسین جان، تو مهمانی از ما بودی، خوش آمدی، تشکر که آمدی. ولی اون دروازه تا وقتی که مفکوره را آله داری او دروازه برای تو شد بسته. ولی روزی که تو یک جا ساختی پشتون و تاجک و ازبک و هزاره، باز میشه او برای تو دوباره. برو پروردگار یارت، شفای عاجل. سلام علیکم هموطنان عزیز. از شما یک سوال دارم. سوالی است که آیا درست است و یا مردم درست است؟ صحیح است و یا مردم صحیح است؟